رو بهتون بگم در مورد ایمنی شاهین که خیلی جالبه و زمانی که من فهمیدم واقعا تعجب کردم. ببینید شاهین در حال حاضر تنها خودروی تولید داخل ایرانه که مجهز به سنسور ECS با ESC یا سیستم ESC اشتباه نگیرید شا. بخوام به صورت خلاصه و راحت بهتون بگم که عملا این سنسور قراره که چه کار بکنه. ببینین زمانی که ACU و اون جی سنسور هایی که قرار تشخیص بدن برخورد رو برای باز شدن ایربگ ها که اگه اشتباه نکنم یه چیزی هول و هوش مثلا 20 میلی ثانیه زمان دارن، خب تو برخورد وقتی ACU تشخیص میده و خودرو رو میبره در واقع توی اون مود امرجنسی که آقا یه اتفاقی افتاده باید یه کاری بکنی، سنسورها جاهایی نصبن و که عملا تو برخوردهای اولیه یا توی اون فرمگی های اولیه بلافاصله ACU متوجهش نمیشه. سنسور ECS میتونه کمک بکنه به بهبود و در واقع دقت تصمیم گیری در عملکرد ایربگ ها، چون تقریبا توی جلوترین بخش از خودرو نصبه، تو تصادف هایی که منجر به دفرمگی میشه و تقریبا ضربه شدیده، میتونم اینطوری بهتون بگم که خیلی زودتر خبر میکنه ACU رو که آقا یالا بیدار شد داره یه اتفاقاتی میفته. اینها بحث میگم 20 میلی ثانیه است، یعنی یه مقداری زودتر، ولی همینقدر میتونه تو عملکرد ایربگ و اثر بخشی ایربگ ها کاملا اثر بذاره و اینکه اصلا ایربگ باز بشه یا نشه. بنابراین کاری که اون سنسور ECS میکنه اینه که زودتر اصطلاحاً آرم میکنه و بیدار میکنه ACU رو. خودش کاری انجام نمیده، خودش هیچ فرمانی نمیده که ایربگ ها باز شود یا نشود، چون شاید شما الان تصورتون این باشه که خب اگه این سنسور جلوی ماشین نصب شده پس به هر جایی که برخورد بکنیم مثلا ممکنه یه ایربگ بزنه. نه، این فقط زودتر باعث میشه که یا زودتر خبر میکنه اون سیستم رو که بیدار شو، یعنی بیدار شو داره یه اتفاقی میفته، حواستو زودتر جمع کن. و اگه اشتباه نکنم تا قبل از شاهین تو خودروهای حالا مونتاژ به نوعی یا تولید داخلمون مثل اینکه میگم اگر اشتباه نکنم سراتوها هم مجهز به ECS بودن. خیلی چیز پیچیده عجیب غریبی نیست الان تو دنیاها، ولی برای من نکته عجیبش این بودش که خب بابا این اگه تنها خودروی تولید داخل مملکت فعلا که به همچین در واقع چیزی شما اومدید مجهزش کردید که البته توی خود بحثای طراحی این دیده میشه، خب اصلا چرا هیچ جای خبری ازش هیچ وقت نبوده؟ چرا هیچ جای هیچ اشاره‌ای اصلا بهش نشده یا عملا سایپا اصلا هیچ سر و صدایی روش نکرده؟